بچه یوتیوب خودم، امروز حالتون چطوره؟ بچه برگشتم با یه آرایش فشن و بهار با سایه بنفش. خب سایه بنفشمون رو برمی‌داریم و پشت پلکمون اینطوری که تو تصویر می‌بینید میزنیم. بعد از اینکه سایه بنفشمون رو زدیم بچه‌ها میریم سراغ خط چشم. خط چشمی که نزدیک به رنگ سایه‌مون باشه برمی‌داریم و روی سایه‌مون میکشیم تا خوشگل‌تر و نانایستر بشه. بچه این آرایش فشن خیلی باحالیه، میتونین هر جایی انجامش بدین. خب میریم سراغ مرحله بعدی. روی لپمون بچه به صورت منحنی خطای پشت سر هم میکشیم. اصلا مهم نیست که خراب بشه بچه و بعد رنگای مختلف به سلیقه خودمون قاطیش میکنین که من آبی اینجا قاطیش کردم بچه که خیلی هم خوشگل شد. و بعد از این گلیترهای رنگیمون رو برمیداریم براق میکنیم پشت پلک و روی لپمون. رژگونمونم زدم، رژ لبم هم زدم و ریمل. اینم از آرایش من. بوس بهتون. اینم از ادابازی آخر همیشگیم. خدافظ.